من چون جریان جمهوری اسلامی هستم، پس اگر شما هم راجع به دموکراسی صحبت میکنید، اگر در آینده ایران قرار است که هر کس این 70 میلیون رأی بدهند، آن جمهوری اسلامی هم آیا شما به او حق میدهید یا نه؟ حالا من از شما سوال میکنم، حق میدهید یا نه؟ من نه. فحشا زیادتر شده یا نشده؟ فقط موقعی که از من عذرخواهی کنین میتونم. هیچ عذرخواهی ندارم از شما بکنم. شما صحبت. بعد که من حرف بزنم هیچ اشکال نداره، من حرف نمیزنم. نه بگو عزیزم، حالا بگو. تشریف ببرید. خیلی این پرچم رو بگیرید بندازید دور. روشنگری نیست. این روشنگری نیست، این اخباله، این گمراهیه. اجازه بده. آقا این گمراهیه. شریعت ملت ایران آمده این پرچم رو صحنه رو ترک کرد. شما چیزی آموختین یا نیاموختین؟ من از این آقا هیچی نیاموختم. به خدا آموختید، متوجه نیستید. اجازه بده، من بابا معلمم، اجازه بده. سر موضوع مشخص، سر یک موضوع مشخص، قانون اساسی، حقوق بشر، رقص عربی، اشکال همینجاست که تو اصلا دموکراسی رو معنیشو نمیدونی یا خبی. بشین آقا. ریلکس. من ساکت میشم، شما هر وقت گفتی 2 دقیقه روی کاغذ بنویس، بده من 2 دقیقه صحبت میکنم. 100%. 100% چی؟ براشون سکوت کنی. اجازه شما دارین چی میگین آقای بمانی؟ من اومدم بگم که دمت گرم. گوش بده چیزی به دانش اضافه میشه. این مرد دکتر عضو وزارت خارجه بوده، وزارت خارجه رو نمیشناسی، باید مدیر کل بودی توی وزارت خونه ای تا اونجا تو رو به عنوان کارمند استخدامت میکردن. اگر صدای اردک در میاره، مثل اردک راه میره، مثل اردک تخم میذاره، مثل اردک شنا میکنه، پس خود اردکه. ببخشید من عامیانه فقط میخوام بهتون بگم دمتون گرم. دموکراسی این نیست که آره یا نه، دموکراسی نیست. دموکراسی چیه؟ به جای اوتلو تعریف دموکراسی بفهمید دوست عزیز. من که از من هیچ کاری با جمهوری اسلامی ندارم. من داشتم من سال 94 وقتی آقای رفسنجانی بخشش داد، شما مدل بشریت نیستید. من با عزتون مرخص میشم. آقای بهبانی و آقای حسیبی برای همه شما تصمیم میگیرن. قهر کن برو. من زنده‌ام، 45 سال داشتم در زندان اوبیل سال 209. هم که تجاوز کردن به من، یه بار در آن من تجاوز شده. شما در همین حرکت خودت داری اینو نشون میدی. این خیلی خوب. ببین میدونه به چی تجاوز میکنن؟ معذرت بخوام چه کسی تجاوز میکنه؟ حیوان. ببینید این دوستان برای شما فکر میکنن، این دوستان برای شما تصمیم میگیرن، این دوستان هیچ تفاوتی با شاه ندارن، با خمینی ندارن، اینا ولایت فقیه شما هستن. دوستان ماها هممون دیکتاتورهایی هستیم که اگر به قدرت برسیم بدتر از اونا خواهیم بود. خود شما راجع نه شوخی نمی‌کنم، من دارم جدی میگم. آقا میخوای بیارم یا نیارمش دوست؟ شما خیلی با مردم بد صحبت میکنی اولا. آقا اونو ولش کن حالا. چرا قطعش کرد؟ آقا بحثا رو قاطی نکن. اگه با من صحبتی داری با من صحبت کن، اگه نداری با آقای بهار صحبت کن. صحبت شما قطع کردید برای که با من داشت حرف می‌زد. بهترین برنامه تلویزیونی همین تلویزیون رنگارنگه. جو حقیقت در این تلویزیون چیز دیگه نیست. من همکاره. خدا حافظ شما. من همکار. برنامه‌تون رو ادامه خدا حافظ. آقا این چه وضعیه؟ شما این یعنی برنامه؟ بله.